این لحظه جهت اجرای شرطی آخرین شرط پنجم آزمون محفل ظریفان فرهنگ لباسپوشی دسته پرچم رو در زیر کفگیری های شما روی صحنه هنر میخوانیم. مرحبا.
زنده باشند. یک کاکوبی بلند بزنیم. امین دسته هنری که این لحظه هنر و مهارتشان را برای شما پیشنهاد کردند. دوستان عزیز این لحظه باهای هیئت حکمان جهت اجرای شرط پنجم آزمون محفل ظریفان فرهنگ لباسپوشی به دسته پرچم. پنج 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 پنج. زنده باشند دوستان عزیز. جهت ابراز حالهای به دست آورده دسته پرچم رئیس حکمان شاعر استاد عثمان بلالی را روی صحنه میخوریم. یک کاکوبی بلند. من خواهش میکنم آرامی بچه ها استادان همه اعضایان حکمان اینجا بیاین. دوستان عزیز ما در طول زیاده از یک هفته روزگاران شهر باختر در این محفل بودیم و هر روزی ما مانند عید مانند توی تشکر برای این زحمت ها همین نفرانی که در یک قطار ایستاده‌اند آدمانی بودند که برای معین کردن استعداد بچه‌ها و بلند کردن در طول این روزها زحمت کشیدند. با سازمان دهندگان این آزمون و آموزگاران شهر باختر و هیئت حکمان و خوانندگان شهر باختر برای این زیبایی که در طول این روزها به ما هدیه کردند اظهار تشکر می‌کنم. و امروز نیز دسته پرچم در عرفه عید پرچم یک نمایش بسیار هم زیبا و دیدنی را به ما پیشکش کرد. تشکر بچه‌ها. هم برای کارگردان هم برای مأموریت مکتب و هم به اشتراکیان این دسته بسیار هم زیبا و قشنگ و دیدنی. خب همه شما شاهد بودید که ما چگونه کوشش کردیم که بهاهای خوب گذاریم، اما برای من از همه وزنی تقلید بود. دیدی برنده خطا کرد، از 5 نفر 3 نفر ناجور خواند. برای همین بچه ها وقتی که باید بسیار وقت کم در سلام نماود دیگر آمیل‌های دان که شما درست استفاده نکردن. در رقص گروهی نفرانی که باید رقص بکنند در نظامنامه زیاده از 8 نفر نباشد. بسیار رقص زیبا است. مخصوصا اون با کودکی که آخران آمد حسن همین محفل را زیادتر کرد و کم نید. خیلی که لباس بدخشانی داشته و یک لباس دیگر. برای همین در این آزمون ما غالبان و مغلوبان نیستند. در اینجا فرهنگ ملی، صنعت ملی تنتنه میکنند. ما با یکدیگر قرین‌تر میشویم، یکدیگر را میشناسیم. با سوی هنر و هنرمندی گامی همت میبردیم، یعنی قدم میزنیم و میزنیم. خب بچه‌ها یگان کسی یگان شکانه این دخترکان بسیار زیبایی که یک قرصک برای این دو خواهرچه عزیزی ما بهترین رقص کردند. اگر این بدخشانی کم کم کبیده رقص کرد، این بسیار زیبا و ناترسیده در صحنه رقص کرد که برای ما بسیار پسند بود. البته مأموریت مکتب این به حساب میگیرد که رقاص‌های حال نورس و کودک رو تربیت میکنند. خب بچه‌ها یک رقص گروهی تا آخر باید گروهی باشد. ما در 3 مکتب تقریبا آمده انتوراژ میکنیم، یک نفر در بین میرقصد. بچه‌ها ما همه شما را دوست می‌داریم، همه شما را احترام می‌گذاریم به هنرتان و زحمتتان، اما همین چیزا رو به حساب یگان کسی یگان چی گفتن می‌کنه. خب این آزمون زیبا یک جای با مأموریتی فوق‌العاده مسئولیت کردن روزهای نزدیک جمع می‌شود. همه اشتراکچیان پاداش هنرشان مکافات می‌گیرند، تشویش نکشید. همه آنهایی که فعالانه اشتراک کردند مخصوص قید می‌شوند. خب البته دعوت می‌شوند و از هیئتی همه این دسته‌ها یک دسته یک کشیم و یک دسته یک بچین می‌کنیم در روز جنباز جنبه‌های کنند و بچه‌ها یگان کس دل شکسته نشود. کسی که هنر و ذکر با صحنه آمد این بردی او است، چون که چیزی حد اقل یاد گرفت.
تشکر خیلی زیاد رئیس محترم ناز گفتن. من همچون استاد صحنه رژیسور اکتور برای چی شما این آزمون برای چی گذرانده میشد؟ مدران خواهران برای استعدادهای نو ما باید دریافت کنیم و اینا را باید استادات دستگیری کنند. اینا را به مکتب صنعت موسیقی باید برند. اینا درس‌های موسیقی را بوزند. آینده دولت در دست امین از فرهنگ ملت شد. فهمیدین ما از رهبریت خواهش میکنیم همه دسته‌هایی که بهترین نمره‌ها داشتن ما او را قید میکنیم اونا را دستگیری کنند. من بهترین توپ‌ها نصیب امیاب باید باشد. همین که دست یعنی یک کفکوبی برای همه شمایان مبارک باشد. بعد خواهش از رهبریت مکتب‌ها برای همه اشتراکچیان حد اقل سپاسنامه و افتخارنامه پیشنهاد می‌ارزد این چیز. و همین طور دوستان عزیز این دسته بسیار هم زیبا صاحب 93 خال گردید. تشکر، زنده باشید. دوستان عزیز، حاضرین ارجمند، روزهای نزدیک در یک وضعیت تنتنوی با رهبریت مقامات حاکمیت دولتی شهر باختر این آزمون جنبست می‌گردد و غالبان با تحفه‌های خاطروی سرفراز خواهند گردید. تا چرابینای بعدی خدا نگهدار. خلق شمادان برای سیف طلبا را جابجا شمادان قربان شما توی مبارک شوا. سه چهار سه یک سه چهار پری گفته صدایت میکنم من فیروز زبان و جانم. پری گفته صدایت میکنم من فیروز زبان و جانم. سرم را خاکی رات میکنم من فیروز زبان و جانم. تو نگر یک نگاه بسویم اینجا فیروز زبان و جانم. دل خود را فدایت میکنم من فیروز زبان و جانم فیروز زبان و جانم. بانو 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 هوشار بانو جانم. دل مرا برده بطار و گیس جانم. دل مرا برده بطار و گیس جانم. برای مو یکا نشان ساز فیروز زبان جانم فیروز زبان جانم فیروز زبان جانم. بانو 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 هوشار بانو جانم. دل مرا برده
بار ماز پول میگذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر هم جوان میگذرد